درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 18. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکمی آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی ها تصویر می کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می دهد. کتاب دوم، باب دوم. چنین گفت کوروش: همه دوستان به فکر او راضی شده، از آن پس طبق سخنان او عمل می نمودند. به دنبال این کوروش صحبت را باز به هزل و شوخی تبدیل داد. دید که یکی از لاخگ‌ها در پهلوی جنگاور ژولیده موی و بسا زیشت خوراک شام می خورد، نام این لاخگ را گرفته به او مراجعت نمود: سمباول، تو احتمالاً رسم و عادت ایلینی ها را رعایت می کنی، زیرا به هر کجایی که می روی با این جوانی در پهلویت تکیه زده همراه هستی. تو شاید به خاطر زیبایی او این کار را می کنی. قسم به نام زیوس، گفت سمباول، از دیدن او و در پهلوی او بودنم لذت می برم. همه حاضران با بیان این سخنان نگاهشان را به سوی او گرداندند و چهره این جنگاور را دیده خندیدند. یکی از آنها در این حال قید کرد: قسم به نام خدایان، سمباول، برایمان بگو که این آدم تو را چگونه به خود جلب کرده است. او در جواب گفت: دوستانم، سوگند به نام زیوس که سببش را با کمال میل برایتان آشکار می کنم. هرچند شب و روز از او خواهش می کنم هیچگاه با بهانه نبودن وقت از آمدن به نزدم خودداری نکرده است و آمدن مقرری نی بلکه دویده می آمد. هر کاری را که به او فرمودم او همیشه عرق جبین ریزانده فرمانی مرا اجرا می کرد. گروه 10 اش را نیز چنان تعلیم داد که آنها وظیفه جنگی خود را صافدلانه اجرا نمایند و نه در سخن بلکه در عملیه نشان داد که جنگاور باید چگونه باشد. آنگاه کسی ایراد کرد: با هر حال صرف نظر از خصلت‌های برجسته‌اش او را مثل نزدیکانت بوسه نمی کنی. جنگاوری زشت رو
به جای او جواب داد: بله، کار چنین است. به نام زیوس قسم می‌خورم، آخر او به مهنتی پرمشقت طاقت نمی کند. اگر او بخواهد که مرا ببوسد، برایش آن به پرمشقت ترین کار برابر است. کتاب دوم، باب سیوم. همین طور در خیمه کروش به نوبت گاه سخنانی هزل‌آمیز و گاه جدی در اوج بودند. پس از جام سیوم میریزی به شرف خدایان و مناجات به آنها، با تمنای عطای خیر و برکت همگان از خیمه کروش بیرون برآمده به جای استراحتشان رفتند. و روز دیگر کروش همین جنگاوران را جمع آورده در نزدشان چنین سخن ارائه نمود: دوستان، نبرد نزدیک است. دشمنان از ما نه آنقدر دور قرار گرفتند. مکافات ما اگر غالب برآییم و ما باید محض فقط درباره پیروزی سخن گوییم و البته به آن نایل می گردیم. دشمنانمان و هر چیزی که به آنها متعلق است خواهد بود. و اگر برعکس مغلوب شویم، تمام مال مغلوب شدگان مکافات غالبان می شود. همه شما باید حقیقت زیرین را عمیق درک کنید. هنگامی که هر یک جنگاور پیش از نبرد با شعورانه درک می کند که وظیفه وی برای پیروزی مبارزه بردن است که در آن قوه اش را دریغ نمی دارد و می فهمد که اگر خود او دلیرانه مبارزه نبرد، کامیابی هم به دست نمی آید و پس تمام لشکر در یک مدت کوتاه به غلبه های بزرگ میسر خواهد گشت. برعکس، هنگامی که هر یک جنگاور در دلش امید می بندد که کسی دیگری برای غلبه مبارزه می برد و تمام دشواری های جنگ را به دوش خیش می گیرد و در حالی که خودش به تنبلی و بیکار خوجگی راه داده می تواند، در سرنوشت این لشکر در خاطر دارید تمام مصیبت و بدبختی های مغلوب شدگان بار خواهد گشت. خدا همه چیز را موافق ترتیب و نظام مقرر نموده است. بر سر آنهایی که مستقلانه به دست آوردن نتیجه موفق را نمی خواهند، دیگران را راهبر می ماند که به تابعانش فرمان می دهد. بگذار کسی حاضر از جایش برخاسته در این باره فکرش را بیان کند. اگر جنگاورانی که بهر غلبه نسبت به دیگران بیشتر زحمت کشیده دلیرانه تر حیاتشان را زیر خوف و خطر گذاشتند، از غنیمت‌های جنگی حصه بیشتر و سزاوارتر گیرند، آیا این شجاعت و دلاوری ما را در مبارزه با دشمن افزون می‌گرداند و یا برعکس رفتاری بزدلانه در جنگ به هیچ وجه به نظر گرفتن نمی شود، زیرا غنیمتی به دست غریبان افتاده مگر برابر تقسیم می شود. در این حال خریسند، یکی از حاماتیم ها که نه با قد بلندی و نه با قوه بدنش در بین دیگران فرقی نداشت ولی دارای هوش تیز بود، از جایش برخاسته گفت: کروش، باوری دارم که تو این سخنان را
نه به خاطری به همه اعلان کردنی مطلبی گفتی که گویا ترسانچک ها در برابر مردان شجاع حصه برابر غنیمت ها را می گیرند، بلکه برای آن که تنها یک چیز روشن گردد، یعنی آیا شخص آشکارا اقرار شدن می خواهد که او بی یگان کارنمایی دلاورانه و شرفمند که آنها را دیگران انجام می دهند امید دارد که با آنها حصه برابری غنیمت ها را بگیرد. شخصا من که نه سرعت مخصوصی حرکت پای ها و نه قوه قوی دستهایم را دارم، می دانم که با چنین جسمم تنها در جنگ کاری کرده می توانم که به من نه مقام یکم، نه دویم، نه هزارم و شاید حتی جایی 10,000 نیز در بین جنگاوران دلیر و شجاع میسر نگردد. اما در عین حال من کاملا روشن درک می کنم که اگر جنگاوران توانا کاری را موفق به انجام رسانند، به من هم یک قسم غنیمت‌های عمومی به حد می رسد که به خدمت‌های شخصی من عادلانه موافق است. برعکس وقتی که ترسانچک ها بی‌فعالند، از جنگاوران شجاع و توانا باشند، اراده ضروریشان را برای پیروزی نشان نمی دهند، می ترسم که بجای غنیمت حصم چیز دیگری و زیاده از آن به اندازه بیشتری که من می خواستم نباشد. خریسنت همین طور گفت. پس فیرول مرد از قوم پارس ها برخاست که برای کروش حتی در زادگاهش هم خوب شناس بود، او را قدر می نمود و آن مرد با قد و قامت قوه بدنش فرق کرده دارای نفسی شریف بود. وی به کروش و همه حاضرین رو آورده گفت: من باوری دارم که امروزها همه ما به طور برابر برای مسابقه شجاعتمندی تلاش می ورزیم، زیرا چنان که من می بینم ما مثل دیگران حصه برابری خوراک می گیریم و به همه ما یک خیل مناسبت می کنند و ما باید همان یک کار را به اجرا رسانیم. در منفعت عمومیمان به راهبرانمان اطاعت می کنیم و هر کسی که با انتظام تر باشد مشاهده می کنم که او از کروش مکافات می گیرد. کارنمایی جنگی را در مبارزه با دشمن نباید صفتی شمرد که سربازی به آن نائل شده دیگری آن نائل شده نمی تواند و برعکس آن پیش از همه وظیفه عالی همه جنگاوران به حساب می رود. اکنون ما در عرفه نبردی قرار داریم که با آن چنان که من مشاهده می کنم همه آدمان از روز تولدشان قادرند مانند آن که طبیعتاً و نه از کسی دیگر هر یک حیوان اصول خاصه هجوم آوریش را آموخته است، برزگاو با شاخ، اسب با سومی پای، سگ با دندان، خوک با دندانی عاج شکلش. همه آنها می‌دانند که بیشتر باید از چی احتیاط کرد و آن را به کمک یگان معلم آموختند. من خودم نیز از خردی می‌دانستم که چگونه باید خود را از ضربه‌هایی که به من تهدید می‌کردند محافظت کنم و اگر در دست چیزی نمی‌داشتم مشت‌هایم را به پیش دراز کرده به حملگر امکان نمی‌دادم که ضربه زند. من این کار را نه برای آن اجرا می نمودم که به من آن را تعلیم داده باشند،
من برای آن ضربه می‌خوردم که خودم را دفاع کنم. هنوز در دوره کودکیم در کجایی که شمشیر را می دیدم به دستم می گرفتم. هیچ کس به من چگونه در دست نگاه داشتن آن را یاد نداده است و به اندیشه من طبیعتاً این کار را می دانستم. شما گفتار 18 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.